السلام علیکم و رحمت الله. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، پیام امروزم به جوانان هست. جوانان عزیز، اگر این سه چیزی که به حرف شین شروع میشه، اگر ما شما با شجاعت در مقابلش استادگی بکنیم و پیروز شویم، پیروزی دنیا و آخرت از آن ما و شماست. و سه چیزی که به حرف شین شروع میشن اونها کدام ها هستند؟ شهرت، شهوت، شیطان. ما و شما باید کوشش کنیم که در مقابل از این سه چیز پیروز و کامیاب شویم. ما امروز میبینیم در سوشال میدیا به خاطر شهرت طلبی مردم از آبرویشان، از عزتشان، از نموزشان، از دینشان تیر هستند، به خاطری که به شهرت برسن یک چند رفع به دست بیارن. و این چند رفع که به دست بیاری نمیفهمی که حلال است یا حرام و چند روز زنده هستی. به خاطر از او همه چیز میخوای از دست بدی. و دومش شهوت است. انسان در جوانی که خود را کنترل بکنه ثوابش بیشتر است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است اگر شما دو چیز را برای ما ضمانت بکنین، ما برای شما جنت را ضمانت میکنم. یکی اشاره کردن به زبان و دیگرش به شرمگاه. شما اگر این دو چیز ضمانت بکنین، ما جنت به شما ضمانت میکنم. سوم شیطان از ما و شما باید در مقابل وسواس شیطانی، خواهشات شیطانی مقابله بکنیم. شیطان از ما چه میخواه؟ گمراهی را میخواه، کبر و غرور و خواهشات و تجاوز و خشونت و تعصبات و قوم پرستی چیزا را میخواد. ما شما در مقابل از یا باید استادگی بکنیم و خداوند ما شما را توفیق بده که در مقابل از این چیزا استادگی بکنیم و همچنان دعا میکنیم که خداوند ما شما را موفق و پیروز گرداند در تمام عرصه های زندگی. سربلند و کامگار و با عزت باشید.